اقتصاد هر کشور بحث صادرات و وارداته. وقتی که ما نمیتونیم ارز وارد کنیم، اینا چون نمیتونن ارز وارد کنن میرن چیکار میکنن؟ ماشینای چینی درمیانخون چیزو اینا رو وارد میکنن جای دلار، جای ارز. میرن مثلا برنج پلیمر پلاستیک فراوری شده 2 میلیون تن رفتن برنج پلاستیک به جای پولشون از چین اومدن تو نفت رو صادر میکنن. خب نمیتونن چیز دیگه نمیتونن ارز وارد کنن، میرن برنج آشغال پلاستیکی آشغال. در صورتی که ما برنج شمالمون این همه برنج خوب، برنج کمپای جنوبمون این همه آلمان و روسیه کانادا هستن، میدونن که چه خاصیتی داره برنج ما. تو به جایی که کمک بکنی برنج شمال ما صادر بشه، چای شمال ما صادر بشه، میری مثلا برنج پلیمر و پلاستیک و اینا وارد میکنی. دلمون هم خوشه که این برنج داره قد میکشه. تو دغدغه تو باید این باشه که مردم دارن روز به روز هی سفره هاشون کوچیک‌تر میشن، مردم دارن هی سرطان میگیرن به خاطر اینا. این چیزا باید دغدغه ذهنی تو باشه، نه اینکه ما الان حتی معادن ما خودت میدونی دیگه کشور ما ثروتمندترین کشور جهان، خاکش طلاست، واقعا طلاست. همون قسمت آذربایجان شرقی ما چقدر معادن طلا داریم، دارن همینجور دزدی میکنن تو روز روشن، معادن رو استخراج میکنن. این طلاها رو به جایی که 3000 میلیارد طلا پول 3000 میلیارد پول مثلا این ارزش این طلا، فقط 40 میلیاردش رو به دولت میدن، بقیهش رو میدوزن. فکر کن 3000 میلیارد کجا میدونی چرا؟ به خاطر اینکه این معاملات داره سیاه انجام میشه. این معاملات بدون هیچ مدارکی داره. ببین اون وسط اون افرادی که دسترسی دارن به فروش اینا چقدر دارن از اینا پول میگیرن. یه مش سپاهی و یه مش چیزن دیگه، یه مش از ایناییه که خودشون بالاخره ولی خب اونایی که ناظر میگن ما ناظر گذاشتیم، ناظر خودش دوسته دوربین گذاشته. بابا این همشون با هم دیگه دوستی میکنن، تمام طلای ما رو دارن میدوستن. بابا اصلا خود اونجا میگن بابا ما اون روستایی که اونجاست میگه ما خودمون داریم تو فقر و فلاکت چیز میکنیم، اینا روز روشن مثلا میان با چی و اینا میان میبرن و دزدی میکنن، اصلا هیچ صحابی نیست. یا مثلا ما الان همین داکترایت های ما این ماشینالات چیز برای استخراج معادن دیگه ما مثلا باید الان معادن ما که به عمقش رسیده، باید این مثلا حالا گیل مکانیکی و لوده دیگه باید بتونن 240 تن رو استخراج کنن، ولی ماشینالات های ما حالا لوده رو گیل اینا فقط میتونن 40-50 تن رو 40-50 تن رو فقط میتونن. یعنی ما ماشینالاتی که عراق هپکو داره تولید میکنه فقط 40-50 تن رو میتونه، نمیتونه کفاف نمیکنه، باید 240 تن. خب 240 تن مجبورن برن واردات کنن ماشینالات برای استخراج معادن. رهبری که گفته حمایت از تولیدات داخلی و مثلا اینا نمیکنن. تولیدات داخلی نمیشه، حمایت نمیشه. اگه حمایت میشد خب الان میره از دبی فرضاً میاره اونجا میخره 8 میلیارد این ماشین رو، تا اینجا برسه میشه 23 میلیارد. این ماشین میرسه دستش 23 میلیارد. خب میخواد این رو استخراج بکنه، تازه ماشینایی که مال مثلا 2015 مال 10 سال پیشه که